بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین. موضوع بحث امروز این مبحث که آیا وظیفه هر مسلمانی منهای هر مذهبی هر کس ایمان به دو کلمه دارد، یکی خدا یکی رسول خدا، آیا وظیفه او روز ادای فاطمه زهرا چیست؟ اون هم فقط به مقتضای کتاب الله و سنت رسول الله، اون هم سنتی که مورد اتفاق جمیع مذاهب اسلام. بر این اساس هر مسلمانی باید روز ادای او چه بکند و چه انجام دهد، منتها با فقه حدیث، اون هم فقهی که بر اساس دقیق ترین برهان و منطق باشد، بدون هیچ تعصبی و تحکمی. اگر فرصت شد بعد بالخصوص وظیفه شیعه چیست، اون بحثی خاص و این بحثی عام. اولا متن حدیث، ثانیاً فقه حدیث به قدر ما تیسر. مورد نظر هم در درجه اول طبقه عالمه و علما و محققین دین اسلام است.
مورد نظر این طبقه با این اساس. شروع مطلب از یک روایت و اون روایت اینه: چون بحث علمی نه خطابی، باید متن هر کلمه‌ای با دقت ملاحظه بشه. رافعی عن بدل بن المحبر عن عبد السلام بن عجلان عن ابی یزید المدنی عن ابی هریره قال رسول الله اول شخص يدخل الجنة فاطمه. اما سند بدل کسی که روا عنه البخاری ابو حاتم بیانش اینه: صدوق. ابو زرع شهادتش اینه: ثقة. عن عبد السلام بن عجلان. ابو حاتم که قولش سند در رجال جمیع مذاهب، تعبیرش اینه: یکتب حدیثه. عن ابی یزید المدنی یحیی بن معین که از ائمه رجال، تعبیرش اینه: ثقة. عن ابی هریره الدوسی الجمانی، تعبیر اینه: کان من اوعیة العلم. بخاری تعبیرش از او و غیر بخاری اینه که روات از او که در همه کتب سنن و صحاح منتشره 800 نفرن. شافعی تعبیرش اینه: احفظ من روى الحدیث فی دهره. این سند حدیث. اما متن حدیث: قال رسول الله
اول شخص یدخل الجنة فاطمه. در اینجاست که کمل مبهوت میشن. روزی که والوزن یومئذ الحق، در همچه روزی که برزوا لله الواحد القهار، در همچه روزی که ولکل درجات مما عملوا، 124,000 پیغمبر از آدم تا عیسی ابن مریم همه عقب، یک زن جلو. کیه؟ و معنی این جمله چیه؟ اون آدمی که و علم آدم الاسماء کلها، اون نوحی که سوره نوح رو بخوان و بفهم چیه. اون ابراهیمی که و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت، اون ابراهیمی که و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. او مؤخر، فاطمه مقدم. یعنی چه؟ اون موسی بن عمرانی که و نادیناه من جانب طور الایمن و قربناه نجیا و کلم الله موسی تکلیما. او مؤخر، زهرا مقدم. اونم در روزی که والوزن یومئذ الحق و لیس حاکمی الا الله. در همچه روزی اون عیسی ابن مریمی که و کلمتون من اسمه المسیح عیسی ابن مریم، اون عیسی ابن مریمی که قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، کلمت الله روح الله. او باید عقب، فاطمه جلو. یعنی چه؟ چرا؟ سرش چیه؟ اون روز حاکم متن حق، سرش اینه: اکمل، افضل، اشرف، اول، چیز، خاتم. او باید اول من یدخل الجنه باشه.
خواست بگوید به دنیا بفهماند که اون کس که اول داخل بهشت می شود منم، منتها در قالب زهرا. وجه این مطلب در کجاست؟ برهانه نه خطابه. دلیل این مطلب اینه: بخاری در کتاب بدء خلق، بخاری در کتاب نکاح، مسلم در باب فضل فاطمه، صحیح ترمذی، سنن بیهقی، مسند احمد حنبل، در همه صحاح حجت قاطع اینه: اول من یدخل الجنه فاطمه. برهانش اینجاست. همه صحاح، همه مسانید، همه سنن، همه ناطق به این حدیثه. نه تنها صحاح و سنن و مسانید، تفاسیر فخر رازی در 2 جا، شرح داستان قوقاز، نتیجه اینه: 2 تعبیر، 1 تعبیر اینه. تعبیری که در کتاب بدء خلق، فاطمه بضعة منی، بعد تفریعش مهمه: فمن اغضبها اغضبنی. اما در کتاب نکاح، فاطمه بضعة منی یریبنی ما اری بها و یؤذینی ما آذاها. فرق این 2 تعبیر چیه؟ 1 اشاره بسه. سهیلی کیه؟ کسیست که تمام اعلام عامه در مقابل عظمت علم او در کتاب و سنت و فقه خاضع‌اند. او 1 فتوا داره، اینهاست که کمر هر مخالفی را می شکنه و هر کس مؤمن به خدا و رسول
باید سر بسپره. اهل هر مذهبی سهیلی فتوا میده، میگوید هر کس به فاطمه زهرا ناسزا بگوید کافره. بعد دلیلی که آورده اینه، حجت من اینه که پیغمبر خدا اون کسی که و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی، نه گفته اوست، گفته خداست. فاطمه بضعة منی فمن اغضبها فقد اغضبنی. پس به فاطمه کافره و یقتل. اون چه محیر العقوله اینه که حافظ ابو نعیم بعد که حدیث رو نقل میکنه تعبیرش اینه هذا حدیثون، هذا حدیثون متفق علیه. و حدیثی که متفق علیه چیه؟ فاطمه بضعة منی. حالا جای برهانه. از نظر علمی هر فقیهی، هر متبحری براش مسلمه که تنزیل همه آثار منزل علیه را منتقل میکنه به منزل. کسانی که فهمیدن قواعد علمی را، اثر تنزیل اینه. وقتی گفت الطواف بالبیت صلاتون، میشه او وجود تنزیلی این. اثر وجود تنزیلی چیه؟ ترتیب جمیع آثار. فخر رازی تو که 2 جا ترک کردی، آیا به این نکته رسیدی؟ بخاری، مسلم، امام حنابله، آیا درک کردی که این حدیث مدلولش چیه؟ تنزیل به اتفاق تمام شما آثار منزل علیه را بر منزل مرتب میکنه. اگر تنزیل نشد، تحقیق شد، اونجا چه میکنه؟ این تنزیل نیست، تحقیق. فاطمه پارگ منه،
فاطمه قطعه منه. اگر میگفت فاطمه منه، این تنزیل بود، همه آثار رو مرتب میکرد. اما فرمود فاطمه تو بضعة منی. یعنی چه؟ یعنی فاطمه قطعیه از عقل کل، فاطمه قطعیه از علم کل، فاطمه قطعیه از اون علمی که خدا فرمود و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. اون علم تکه شده، یک تکه زهراست. اول ما خلق الله نوری، اون نور قطعه شده، یک قطعه فاطمه زهراست. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. اون سراج منیر قسمت شده، یک بضعه او فاطمه زهراست. این فقه حدیث، این تنزیل یا تحقیق، از دو حال خارج نیست. اگر تنزیل تمام آثار پیغمبر بر او مترتبه، اگر تحقیق به برهان تکوین، اگر تنزیل به دلیل تشریع، این متن سنت قطعیه، اونم قرآن. کتاب خدا چی؟ اینه: استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این متن قرآنه. متن قرآن اینه: قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. آت الرسول، این جمله را اول من یدخل الجنه فاطمه. آت الرسول، این جمله را فاطمه تو بضعة منی فخذوا. عهد چیه؟ عهد اینه که روز شهادت زهرا روز شهادت خاتم انبیاست، چون او قطعه اوست. اگر تنزیل آثار مرتبه، یکی اینه. اگر تحقیق به حقیقت، اون روزی است که باید جنازه پیغمبر تشییع بشه. هر مسلمانی که ایمان دارد به خدا و پیغمبر باید رفتارش،
روز سوم جمادی الثانیه با ادای فاطمه زهرا همون رفتار با ادای رحلت خاتم انبیا. این برهان اگر دنیا ارزه دارد دم بزنه. این قرآن، این سنت قطعیه، این کلام خدا. و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی. فاطمه قطعی است از اون کسی که اوحی الی عبده ما اوحی. فاطمه بدعی است از اون نیتی که دنا فتدلی. فاطمه جدا شده از اون عبدی است که سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. این وظیفه همه مسلمین. اما وظیفه شیعه چیه؟ یک کلمه بسه. اون کلمه اینه: باید مملکت، اگر مملکت شیعه است، روز سوم جمادی الثانیه یک پارچه شیون بشه. به چه دلیل؟ منطق چیه؟ برهان چیه؟ برهانش اینه: اگر پدرت غش کنه بیفته روی زمین، چه میکنی؟ خاک بر سر ما که نفهمی چه بود چه شد. اولا این حدیث رو دقت کنید: لا اله الا حدیث اینه: لما حضرت قال جعفر بن محمد. این تکه برای شیعه است، اونها برای همه بود. لما حضرت فاطمه الوفات بکت. گفتنش کمر شکنه. امیرالمؤمنین کیه؟ سید الاوصیا. سید الاوصیا از شیست تا صاحب الزمان. اون چه عقل رو مبهوت میکنه، وقتی دید گریه میکنه گفت یا سیدتی. سید عالم به زهرا گفت ای سیده من، یا سیدتی ما یبکی. چرا گریه میکنی؟ یعنی تو میره
در عرش اعلا کنار خاتم انبیا وقت گریه نیست. جواب اینه فقال لها قالت ابکی لما تلقا من بعدی، یعنی تا من بودم سپرت بودم. حالا که میره فقال لها اهل علم دقت کنید، به مردم بفهمانید بدانند 3 روز دیگه چه غوغات. فقال لها لا تبکی، گریه نکن. فوالله، مهم اینه، فوالله ان ذلک لصغیر عندی فی ذات الله. چه گفت در جواب بی؟ گفت اون چه ببینم. چه دید؟ خطبه رو بخوان. 25 سال یک آن یک خار تو چشمت بره چه میکنی؟ یک آن، یک ثانیه یک استخوان تو گلوت گیر کنه چه میکنی؟ این متن کلام کسیست که خدا شاهد صدق اوست. فصبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا. اونم 25 سال. بعد قسم خورد گفت فوالله همه اینها کوچکه. همچه کسی ابن ملجم آمد گفت این شمشیر را به 1000 درهم خریدم، 1000 درهم دادم، زهر دادم، بر فرق تو زدم. این کلام ابن ملجم. جبرئیل بین زمین و آسمان فریاد زد تهدمت والله ارکان الهدی، اما خودش خم به ابرو نیاورد، گفت فت و رب الکعبه. حالا وظیفه شیعه اینه. یک مرتبه 2 تا پسر از در مسجد وارد شدن، گفتن مادر ما رفت. تا خبر به او رسید غشی علیه، افتاد رو میز. اگر امیرالمومنین اگر
امیرالمؤمنین به شنیدن غش کنه. آیا روز سوم مملکت علی باید چه بکنه؟ یا الله.